خسته تنها نذارم، پشت درهای بسته تنها نذارم. تو میدونی غیر از تو کسی ندارم، یارم دلم شکسته تنها نذارم. ربنا ارحم ضعفنا وانصرنا يا الله. ربنا ارحم ضعفنا وانصرنا يا الله يا اصرار تو، اصرار بیش از حد تو برای این جنس اجرا از کجا میاد حسام؟ قبل از همه چیز بگم بیشتر از اون چیزی که انگیزه معرفی خودم رو داشته باشم که دارم، خیلی دوست داشتم این سبک توی همچین کشوری که این پتانسیل رو داره و مردمش بخوان نخوان دلشون انقدر متعلق به این مضامین هستش که ناخودآگاه تأثیر رو میگیرن. من بودن 6 سالم بود، صدای بدی نداشتم، با قرآن شروع کردم خوندن رو. یعنی قاری بودی؟ حافظ بودم ولی با صوت حفظ میکردم چون سواد نداشتم. و استاد قرآنم یه بار مادرم گفته بودن روزی شاید برسه این بچه قرآن بخونه و حضاری حالا اشکی جاری بشه و شبیهی. بهتر شد. سال 3 ابتدایی بودم، لوزه عمل کردم، صدام بهتر شد. سال 4 ابتدایی اولین مقام قرآنی بردم، فکر کردم دیگه واقعا خبری. سال 5 ابتدایی یه شب صدام گرفت، شبیه به درازای 4 سال. 4 سال انقدری اون صدای بد شد که حتی در صحبت کردن عادی من دچار مشکل بودم. شاید بگم عزیزانم که همیشه برام عزیزان ادای صدامو در می‌آوردن، یا دوستی رو داشتم که مثلا هنوز خاطرم از تو راه جایی هم بودیم خواهش می‌کردن کافی